توزیعات تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شالو گلخوج هستم. در خدمتتان در برنامه امروز 18 نوامبر این موضوع را داریم. کی رفت و کی ماند؟ اصلاحات کادری در تاجیکستان بعضی از منصبداران را به وظیفه و بعضی دیگر را صاحب کرسی کرد. مادر محروم از دو پای از پرزیدنت تاجیکستان خواهش دارد که برای رهایی فرزندش از زندان مساعدت نماید. و باوری به پیروزی نورسی را در ولایت سوخ که از یک دست محروم است به میدان موریبه جودو کشانده است. نمی‌دونم خدمت کار میکنم دستم. یکم وقت مانعی شد دستم درد میکند یا وای میکند یکم وقت. امروز با فرمان پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان تغییرات کادری صورت گرفت. از جمله شیرخان سلیم زاده از وظیفه دیرکتوری آژانسی نظارت مواد نشه‌آور برکنار شده است. سبب برکناری گنرال سلیم زاده رسیدن به سن نفقه گفته می شود. به جای او سابق داستان ولایت سوخت حبیب الله واحد زاده به این منصب تعیین گردید. شیرخان سلیم زاده در صحبت با همکار ما خیرمان بقازاده گفت که از کار اجرا کرده‌اش در مقام رئیس نهاد نظارت بر گردش مواد مخدر قناعتمند می باشد. ما توانستیم استراتژی ملی مورد با مبارزه با غیر قانونی مواد نشادار را عملی کنیم. علاوه در حسابات سالانه هم رئیس سازمان ملل متحد سمت شمال یعنی که مسیر شمال انتقال مواد نشادار مثبت ارزیابی گردیده است. انتقال مواد مخدر استحصال افغانستان از طریق مسیر شمال که در مسیر شمال تاجیکستان هم هست خیلی کم شده است. در ادامه تغییرات کادری امروز رهبران چند شهر و ناحیه در تاجیکستان از منصب‌های خود برکنار شدند. امامعلی رحمان فرمان از وظیفه آزاد نمودن رئیسان شهر خوجند، استرافشان، گلستان، کمیته ساختمان و معماری، سردار سراداره حفظ سری دولتی، معاون یکم رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت و معاون سردار ریاست معارف، فرهنگ و اطلاعات دستگاه را امضا کرد. بعضی از آنها مقام نو گرفتند، منصب‌های باقی هنوز معلوم نیست. امروز مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان بودجه سال 2021 را تصدیق کرد. حجم درآمد بودجه نسبت سال قبل بیشتر پیش بینی شده است. کارشناسان میگویند در شرایط بسته بودن مرزها اجرای حجم بودجه برای سال آینده دشوار خواهد بود. عبدالله اشرف موضوع را ادامه می‌دهد. طرح قانون بودجه برای سال آینده را فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه روز 18 نوامبر در نزد وکیلان مجلس نمایندگان معرفی کرد. حجم درآمد بودجه 27.6 میلیارد سومانی مقرر شده است که نسبت بودجه سال 2020 بیش از 6% زیاد است. مقامات گفتند سال آینده درآمد بودجه بیش از 1.6 میلیارد سومانی بیشتر خواهد شد. تأمین عهده‌داری‌های دولت در بخش حفظ اجتماعی اهالی و بالا بردن سطح زندگی مردم به گفته مقامات از اولویت‌های هدف‌های دولتی دانسته می‌شود. قبول طرح بودجه سال 2021 از سوی پارلمان در حال است که سال جاری بنابر تأثیر منفی پاندمی کرونا ویروس و کاهش یافتن انتقال‌های پولی مهاجران کاری درآمد بودجه کشور به شدت کاهش یافت. از این رو پایان ماه ایون از جمله با توسعه صندوق بین‌المللی پول تاجیکستان نقشه درآمد بودجه را 2 میلیارد سومانی و بخش خراجات را 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی کم کرد. رومیوران با موضوعهای دیگر مادر شهر ترسونزاده حکم دادگاه در نسبت فرزندش را ناعادلانه می‌خواند. او ادعا دارد که پسرش را با گمان راهزنی 10 سال زندانی نمودند. این زن به سروینوزی روح‌الله و شهلای عبدالله شکوه نموده است که تلاش‌هایش برای عادلانه بررسی شدن پرونده فرزندش بی‌نتیجه بود و مقامات به حرفش گوش نمی‌دهند. این مادر تنها که از دو پای روان هم محروم است از رئیس جمهور خواسته است پسر جوانش را که 10 سال روانه زندان شده است ببخشد. او حکم دادگاه را ناعادلانه می‌داند. طور من فهمیدم این ماده برای آنهایی است که در جنگ‌های گروهی که با استفاده از یراق است تطبیق می‌شود. یعنی وقتی به خانه‌های کسی در آمده آنها را می‌زنند و مال و ملکشان را تصرف می‌کردند. اما اینها چیزی نداشتند. در پرونده این چیزها هست که در کوچه بحث شد و جبر دیده در دادگاه هم گفت که هیچ دعوایی ندارد. چرا به او 10 سال دادند؟ به نقل مادر عظمت پسر 24 ساله او 2 سال پیش با گمان راهزنی و تصرف مبلغ‌های یک مرد از سوی مقامات در جستجو قرار گرفت.
аз замат бехабар аз ин барои кор ба русия рафт. пас аз бозгашти ӯ модар бо умеди он ки мақомот вазъи зиндагии ӯро ҳамчун як модари танҳо ба инобат мегиранд, писарашро бо дастони худаш ба мақомот супурд. баъди ин корам чандин маротиба маро таъна карданд ки чаро ту бо дасти худат писаратро ба мақомот супоридӣ. ман ба адолати додгоҳӣ бовар доштам. фикр мекардам ки вазъияти маро дарк мекунанд. писарам ҳам замони дастгир шудан чизе нагуфт. агар гуноҳ медошт ҳатман ки мегурехт ё намеомад, аммо вай худаш омад, маро гӯш кард. ӯ мегӯяд талошҳояш барои одилона баррасӣ шудани парвандаи писараш бенатиҷа буд. ба як муроҷиати ӯ дар додситони кулли тоҷикистон гуфтанд ҳукми додгоҳ қонунӣ аст. хосият мардонова сокини 49-солаи шаҳри турсунзода ки маъюби гурӯҳи якум аст, мегӯяд баъд аз 25 соли зиндагии якҷоя шавҳар аз ӯ рӯй гардонд ва тарбияи ду писар ба душаш афтод. ба наздики сардиҳо оғоз мешаванд. ман ба берун баромадан наметавонам. харид, пули зист, ба ҳама писарам кӯмак мекард. ман ба ӯ хеле ниёз дорам ва мехоҳам ки ӯро озод кунанд. аз раиси ҷумҳур талаб дорам ки ӯро бубахшанд ва озод кунанд, то ин ки ӯ ба ман кӯмак кунад. модар мегӯяд зиндон писари ҷавонашро ҳеҷ гоҳ ислоҳ намекунад ва баръакс ӯро ба як шахси нолозим барои ҷомеа табдил медиҳад. писарам ихтиёрӣ ба артиш рафта хизмат карда буд. футболбозӣ нағз буд. азбаски маблағ надоштам, натавонистам ки дар ин самт кӯмакаш кунам. маҳбас ӯро тарбият намекунад, балки таъсири манфӣ мерасонад. вай бовариашро ба адолат аз даст медиҳад. метавонад ки одами бад шавад. вай бисёр одами меҳрубон аст. хосият мардонова мегӯяд аз касе кӯмаки молӣ талаб надорад, чун бо вуҷуди маъюбияш ҳунари хуби дузандагӣ дорад ва зиндагиро аз ин роҳ пеш мебарад, аммо метарсад ки замони пирӣ танҳо мемонад. танҳо як чӣ мехоҳам, ки ӯро озод кунанд, кор кунад, ман оиладораш кунам, ҳамсараш ба ман кӯмак кунад. ин модар умед дорад муроҷиатҳои батакрораш ба гӯши мақомот мерасад ва вазъи сиҳатии ӯро ҳамчун як модари танҳо дарк мекунанд. писараш бо изҳори пушаймонӣ аз зиндон раҳо мешавад ва ӯро замони пирӣ саробон хоҳад шуд. шумо барномаи хабарии радиои озодиро тамошо доред. сокинони тоҷикистон то куҷо таҳаммулпазир ҳастанд ва ҳангоми баҳс ақидаи якдигарро мепазиранд? чаро дар шабакаҳои иҷтимоӣ дашному ҳақорати якдигар зиёд шудааст? ин мавзӯи барномаи нави гапи озод аст ки дар он абдуқодир талбаков мудири китобхонаи ба номи лоҳоти душанбе ва амруллоҳи низом хабарнигори тоҷики муқими аврупо вориди баҳс шуданд. ҳамин муаллими франсузро сарашро эҳсос бурид ё ақл? این یک بحث علاهیده فقهی است. حالا ما اگر که وارد این بحث شیم خیلی هم به درازا میکشد. بیایید به حقارت حرف زنیم. مثلا من هیچ گاه حقارتچی نبودم. اعتراف میکنم در همین فیسبوک من حقارتچی شدم. وقتی که اکای میرزانبی مثلا هفته مرا بیشتر از 1000 نفر زن، دختر، مادر و بدترین حقارت رو در مسنجرم در صفحه شخصی هم می‌نویسند. حالا مثلا این چیزی که اینها میگویند شاید که فقط از احوال خودشون خبر داشته باشند. مثلا من همین شب روز همین خیلی اطلاع دارم که یکی از نزدیکان ما رفتن خانهشون، خود کارمندان مقامات و مستقیما بالای اونها میگن که اگر شما فلان کارا رو نکنید ما بالای این خواهر شما یا که خواهرزاده شما تجاوز میکنیم. یعنی این اگر که عبدالقادر میگوید که طرفداران و یا اینکه جانبداران حزب نهضت اسلامی و یا اینکه مخالفین و اون توهین میکنند و یا اینکه نمیدونم کاریکاتور و دیگر ما این فکت ها این دلیل ها رو داریم و این ثبت ها رو داریم که مستقیما میروند به خانواده های ما همین اعضای حکومت چی مقامات قدرتی چی از کمیته امنیت و یا اینکه چی از پروکراتور گنرالی همین شب روزی که همین حال صحبت دارم در بعضی خانواده های مخالفین رفته بالای پدر و مادر حتی بالای خواهرای نورس و یا اینکه قدرس اونها چنان فشار میارن و میگن که ما اگر که شما این کارو نکنید یا اینکه از این گفته هاتون دست نکشید یا قفا نکشید یا پس
یا خودتون پس نکشید ما تجاوز میکنیم. راستی اگر اساس نباشد، دلیل نباشد، فکت نباشد، این اکثرا تهمت است. من هیچ باور ندارم که مثلا کارمندان امنیت روند و تجاوز میکنه. این افسانه است. شکل پوره برنامه گپی و زود رو با گردانندگی میرزانبی خالق زود روز پنجشنبه در کانال ما در یوتیوب و سامانه رادیو زودی زیر نشانی www.azodi.org میتوانید تماشا کنید. برنامه را ادامه میدهم. حالا درباره یک ورزشگری نورس برای شما قصه میکنیم که در میدان محاربه با یک دست رقیبانش را شکست میدهد. حسن 11 ساله مادرزادی تنها با دست راست به دنیا آمده است. مربیان رشته جودو با توجه به مهارت این نورس برایش اجازه قوه‌آزمایی با همسالان دیگرش را دادند. حالا آرزوی او و استادانش اشتراک در بازی‌های پارالمپی است. فرزان محمدی موضوع را ادامه میدهد. حسن غفورов صرف نظر از اینکه از مادر با یک دست زاده شده است 4 سال باز در تالار ورزشی لنگلیف یا معروف به تالار گشتینگیری استاپیروفا در رشته جودو تمرین میکند. این پهلوان 11 ساله در 2 سال اخیر غالب 8 مسابقه منطقوی و بین المللی شده است. آخرین پیروزی او روز 1 نوامبر در وزن 24 کیلو در مسابقه کشاد گوشتی جودو در ولایت سوغد بود. من 5 نفر را زده بعد جای اولین را گرفتم. حسن غفورov در این تالار نخستین نورس است که با وجود نقص جسمانی داشتن با همسالان سالمش قوه آزمایی میکند. استادان راضی شدند به او نازکی های جودو را آموزانند. قابلیت این ورزشکاری نورس که گفته می شود در مسابقه های تاشکند و بیشکک و خوجند و دوشنبه مغلوب نشده است، مربیان این نوع ورزش را در حیرت گذاشته است. به قول استادانش او بیشتر از اصول جودوکاری معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان کار میگیرد. وقتی که حسن جان برآمد میکرد حریفای با او مثال زرناگیری میکنن که من برآمدن میزنم میکنن. این برآمد کرد و یا را مغلوب میکرد. مربیاش اومده با ما مراجعت میکنن که چه خیلی میکند، چه خیلی تمرین میکند که مثال با یک دست مثال و شغلی مورا صبح وقت رسول زد. پدرش محمد علی غفورov که در گذشته نیز گوشتینگیری ماهر بوده است میگوید میل پسرش به این نوع ورزش از تماشای قوه آزمایی های پهلوانان در چاره‌بینی های نوروزی دهه‌اش تاجیک آباد پیدا شده است. به قول او هرچند فرزند دیگرش با نام حسین که با حسن دوگانیک هستند سالم و بی نقصان تولد شده است، ولی دست چپ این فرزندش هنوز در بطن مادر از آرنج پایان نسب زیده است. خودش با همون دستش بسیار کار میکند. چی کار میکند؟ در خواجگی یاردم میکند، فقیر میبردارد، زمین چپ میگرد، شودگار میکند با دستش. جنجال میکنم که نه میگود پدر من کار میکنم با همین دستم. یکم وقت مانگی شد دستم درد میکند یا وای میکند، یکم وقت ندیدم. مربیان مکتب ورزشی لنگلیف تصمیم دارند قابلیت حسن را در بازی‌های بین المللی سنجند و در چمپیونات‌های آسیا و جهان او را معرفی کنند. بعد آنکه این جودوکار نورس در بازی‌های لیتسنزیانی نتیجه خوب به دست آورد، او را تصمیم دارند واردی بازی‌های نمایند که برای ورزشکاران امکاناتشان محدود پیش بینی شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. بله دوستان عزیز، با رادیو آزادی باشید. من باشم. برنامه را اینجا به پایان میرسانم. اخباری از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azodi.org بخوانید و البته در صفحه آزادی ویدیو پیوسته در یوتیوب ببینید. یادتان نرود فردا صبح بر وقت همه شما را در برنامه‌های نو منتظریم. خود را نگاه کنید. خدا نگهدار.